سلام درود، خیلی خوش اومدید به پارت جدید از یه فناف جدید. قرار امشب فناف 4 رو بریم که به گفته بچه ها سخت‌ترین و ترسناک‌ترین فنافه. دیگه من نمیدونم من برای چی دارم فناف 4 رو میرم، ولی به هر حال قبل از شروع کار تلگرام، اینستاگرام، روبیکار اینا رو دنبال کنید که ویدیوتون نره، کامنت هم بذارید و لطفا بازداشتم بکنید. طبق چیزایی که من میدونم فناف 4 از لحاظ داستانی فکر میکنم قبل همه فنافا باشه، فکر کنم. و اینکه نکته بعدیش اینه که کاراکترمون یکی از بچهای فکر کنم ویلیامه. آره، پسر کوچیک ویلیامه فکر کنم کاراکترمون، و یکی از سخت‌ترین فنافای خلاصه و یکی ترسناک‌ترینا. بریم برای ادامه بازی. Let's do this. خب 5 روز چی؟ فردی این؟ داداش چه خبره؟ این دفعه میخوای چیکار بکنی؟ اونا دوباره میخوان تو رو تو اتاق قفلت کنن؟ ای نترس، من اینجا پیشتم. اوه من این بچه گریونم؟ آقا یه سری آدمن مثل که منو تو اتاق میخوان قفل کنن، یعنی هر بار منو تو اتاق قفل میکنن، نمیدونم کیان. خب مثل اینکه بچه این عروسکان فکر کنم منو تو اتاق قفل میکنن. اینا دوستای منن. اینا دوستا من، نمیدونم کیا منو تو اتاق قفل میکنن. اینم که فردیه. کمک، من گیر کردم تو اتاق، من گیر کردم. فردا هم یه روز دیگه است. شب اول. بچه فکر کنم خواهر برادرامون ما رو چون کوچولوییم تو اتاق خفت میکنن، این قفل میکنن تو اتاق، ما رو میترسونن. کارات بکنم؟ کاری نمیتونم بکنم، جدی کاری نمیتونم بکنم. اوکی. پایین رو نگاه میکنیم بچه، میره پشت. ببین یه در راست داریم. اوکی، اینجوری میایم عقب نگاه. خیلی سخته. در با چی میبنده؟ داداش واقعا سمه. بچه ها گفتن اگر از داداش سرشو نمیبنده. من نمیدونم بچه ها کنم، ساعت 1. وای خدا. با کنترل اینو میگیره. با این در میبنده. اوکی صدای نفس کشیدن شن. وای خیلی سخته. آقا ببین، از راست و چپ بانی میاد. بانی و چیکا از راست و چپ میاد. خب بانی و چیکا از راست و چپ. از جلو فاکسی میاد. خب من فقط نمیدونم بچه ها، فقط میدونم میاد. پشتم که کلن تاریکه فردی میاد. اگر فردی ها تعدادشون زیاد شد بعد یه کاری بکنم، نمیدونم بچه ها، فقط میدونم بعد یه کاری بکنم. خب ببین بعد خیلی به صدا حساس باشم، یعنی باید ببین ریز ترین صدا رو بگیرم. صفحه بازی هم بچه ها کلن کوچولوه، برای همین وسط صفحه افتاده. این چپ و راست نداره صفحه تصویرش، به خاطر بازیه. آقا رو چه حساب این ترسناک‌ترین و سخت‌ترین میشه که بگه؟ الان فهمیدم رو چه حساب ترسناک‌ترین و سخت‌ترینه. نمیدونم مثلا دارم درست انجام میدم یا نه. نمیدونم دارم درست انجام میدم یا نه. خدایا نمیدونم دارم چی کار میکنم. اوکی ساعت 4 فقط باید تا صبح دووم بیاری. بابا قرار نبود، بابا سکته، قرار نبود اینجوری بشه. آقا من از کجا باید میدونستم الان اونجا باید چی کار کنم؟ خب یه سری صداها میاد. من خیلی حس بدی به این بازی دارم. اصلا بازی مناسبی نیست. اصلا این بازی مناسب نیست هیچ جوره. ساعت 2. بچه این نسخه روی صدا خیلی حساس. چرا این اومد؟
بچه‌ها میگن نسخه هالووین که گرفتی یه دونه ربات اضافه داره. خب برای چی هالووین گرفتم؟ نبود دیگه نسخه دیگه‌اش. وای نسخه هالووین میگن بچه‌ها سخت‌تره. بابا من نمیدونستم. بدبخت شدیم. خیلی خوب اگر صدای نفس کشیدن اومد پشت داره بعد در ببندیم. در غیر این صورت باید نور بندازیم. ولی من دفعه قبلی نور انداختم و مردم صدای نفس نشنیده بودم. نمیدونم حالا. ساعت 3 میان بچه. شب اول ساعت 3 میان. الان میانشون. خیلی خوب. وای اون کی بود؟ اون کی بود؟ صدای گیم تا آخره. یس آقا این نسخه که گرفتیم نسخه هالووینه. قیافه کاراکترها هالووینیه. بعد بازی هم سخت‌تره. بعد نسخه عادیشو واقعا بگیریم بچه. نمیشه حالا اینو میریم. ولی شاید دفعه بعدی نسخه 4 روز مونده تا تولد. شب اول رو رفتیم 4 روز تا تولد مونده. Hey you know he's hiding again. تو میدونی اون دوباره قایم شده. کمک. اوه داستان چیه؟ تا وقتی که پیداش نکنه اون دست بر نمیداره. بس ببینم کیو میگه تا وقتی پیدا نکنید اصلا؟ اونجاه. کجا؟ دوش چه خبره اینجا؟ کجا فردی؟ بابا بمیرید. فردا یه روز دیگه است. بابا لعنت بش. آقا میدونی داستان چیه؟ میدونی داستان چیه؟ بس ببینم. آقا بعد بالون بوی نگر دارم. خود داستان چیه؟ کمک. تایمر تمام شه چی میشه؟ اوه بعد وایستم بیاد رو زبدر بعد نور بگیرم روش. وای رفتیم شب دوم. وای به نبا نور میگرفتم بیاد رو زبدر. اوکی گن زدیم. خب شب دوم. آقا این نسخه سخت‌تر حالت عادیه. من نباید هالووین میگرفتم. خدای لعنت به من. خب تمرکز. جدی صدا نفس نداد. جدی صدای نفس کشیدن نیومد. وای چجوری صدای آقا صدای به خدا بیشتر نمیشه. اصلا تنظیمات نداره من صدا رو بیشتر کنم. به خدا صدا آخره. این چی بود؟ خب آقا از اونجایی که نسخه هالووین ما داشتیم و سخت‌تر بود بازی، برای همین ما رفتیم نسخه معمولی فناف گرفتیم که از ادامه بازی نسخه معمولی شو بریم. چون فناف هالووینش بچه‌ها گفتن هم سخت‌تره هم صداها کمتره. یعنی کلا خیلی سخت‌تره. برای من تصمیم گرفتم که فناف 2 رو یعنی فناف 4 عادی رو بگیریمش بریم برای شب دوم. مطمئنم دروغ گفتن. صدا همونه ولی قیافه ها فرق کرد.
بابا اینا چرا این میومدن؟ خب این باگ بود دیگه، نمیشد اصلا رفت اونور. فاکسی کی رسید بیاد؟ فاکسی کی اومد؟ آقا این تلاش آخره. خداییش من تا ساعت 4 رفتم، خیلی پشتم نامردی میمدن، خداییش خیلی نامردی بود، خیلی سخت شد، واقعا نمیشه، خیلی سخت شد. خیلی سخت. چیکار نیستش؟ چیکار داره غذا میخوره؟ چرا؟ 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 چرا من دارم این کارو میکنم؟ خب نمیفهمم. من نمیفهمم. آقا این بار آخر، یا میریم یا نمیریم، یا میریم یا نمیریم. اینا از اولش اومدن، تموم. آقا اینا هیچ وقت از اول نمیمدن. نمیشه رفت دیگه، عمرم بتون. اینا همیشه بر من ساعت 4 میمدن، الان دیگه هم شب اول اومدن. آقا بیخیال، من فراف 4 نمیرم، لعنت به فراف 4. مسخره کرده. امیدوارم لذت برده باشید. این ویدیو لایک ویدیوتون نره، کامنت هم بزنید. این بازی هم بازی نکنید. آقا این چیه؟ دوچار اختلال ذهنی روحی مغزی شدیم ما. شروع نشده این میاد خرس میاد، فناف میاد، اون میاد، فاکسی میاد، تدی میاد. تدی میاد دیگه، همشون میاد. مسخره کرده ما رو. من چی نمیگم. امیدوارم لذت برده باشید. این ویدیو به هر حال فناف 5 رو میریم دفعه بعدی، فکر میکنم از این راحت تره فناف 5. این چیه واقعا؟ اگر دوست داشتید فناف 5 رو بریم، حتی توی کامنت بگید ویدیو رو لایک و بازداشت کنید. میگیم بعدی بابا سکته کردیم. من سکته میکنم.